سلام، من حیدر هستم. داستانی که میشنوید اسمش هست جرأت که نوشته جان گالزورسی هستش و از کتاب 19 داستان کوتاه از نویسندگان بزرگ به ترجمه آقای فرهاد منشوری. آن وقتها فرانک گفت خیلی فقیر بودم، نه مثل فقرایی که شب را بی شام به صبح میرسانند، بلکه از آن دست فقرایی که نه صبحانه میخورند و نه نهار و نه شام، فقط با نان خالی زنده‌اند و گاهی هم سیگاری گیرشان میآید. در یکی از مسافرخانه های لکنتی جاده وستمینستر زندگی میکردم. آنجا در هر اتاق 3، 5 و تا 7 تخت خواب جا دادند. اگر به طور مرتب کرایه تختی را بپردازی میتوانی آن را برای همیشه داشته باشی، وگرنه تخت مال کس دیگری می شود و آن وقت جهت اطلاع تو نشانه ای از خود را بر روی آن می گذارد. ساکنان این مسافرخانه ها خارجی نیستند، تقریبا همه انگلیسی اند و میخواره. 3/4 آنها چیزی نمیخورند، یعنی نمیتوانند بخورند، چون معدهشان غذای سفت را تحمل نمی کند. فقط می نوشند و می نوشند. حیف از پول که خرجشان کنی. راننده تاکسی، روزنامه فروش، دست فروش و ساندویچی های دورگرد 3/4 غیر قابل درمانند. چه انتظاری داری؟ برای اینکه زنده بمانند به هر مشقتی تن در می دهند. فرصت و توان آن را ندارند به چیزی جز نوشیدن بیاندیشند. شب به مسافرخانه برمیگردند و میخوابند. و چه خوابی، سنگین چون مرگ. نه، هرگز چیزی نمیخورند، فقط تکه نان و بعد می نوشند و می نوشند. آن وقتها مرد فرانسوی کوچک اندامی به آنجا می آمد. صورت زرد و چین و چروکداری داشت. سنی نداشت، حدود 30 سالش بود. زندگی سختی را پشت سر گذاشته بود. میدانی اگر کسی زندگی راحتی داشته باشد هیچ وقت به چنین مکانهایی پا نمیگذارد، به ویژه که آن شخص فرانسوی باشد. یک فرانسوی از ترک وطنش متنفر است. مرد برای اصلاح صورتمان می آمد، آن هم در ازای دریافت نفری 1 پنی. اغلب خیلی ها فراموش می کردند مزدش را بدهند، به طوری که آخر سر پولی که دستش را می گرفت 1 پنی در ازای اصلاح 3 نفر بود. صورت ساکنان مسافرخانه های دیگر را هم اصلاح می کرد و این کل درآمدش بود. مغازه چسبیده به مسافرخانه را هم اداره می کرد، اما هیچ وقت هیچ کس چیزی ازش نمی خرید. چقدر کار می کرد. همچنین به یکی از مؤسسات خیریه هم می رفت، اما پول چندانی گیرش نمی آمد، چون آنجا در ازای اصلاح هر 10 نفر 1 پنی بیشتر بهش نمی دادند. در حالی که انگشتان خسته‌اش را که مثل تکه چوب‌های کوچک زرد رنگی بودند تکان تکان می داد، به من می گفت مثل یک مرده جون میکنم، اونم برای 1 پنی. دوست من، برای این کار 4 پنی خرج میکنم. تو باشی چی کار میکنی؟ آدم باید چیزی بخوره تا بتونه در ازای 1 پنی سر 10 نفر رو اصلاح کنه. مثل مورچه‌ای بود که در لانه کوچکش دائم به این طرف و آن طرف میدوید بی آنکه چیز دندانگیری گیرش بیاید. مزدی که میگرفت آنقدر بود که فقط زنده‌اش نگاه دارد. همیشه امیدوار بود که پولی جمع کند و به فرانسه برگردد و در آنجا بماند. انس و الفتی ما را به هم نزدیک کرده بود. به غیر از ساندویچ فروش دورگردی که زمانی هنرپیشه بود و در مواقع هوشیاری از هوش و استعداد سرشاری بهره مند بود، مرد فرانسوی در واقع تنها کسی بود که در آن آغل سرش به تنش می‌ارزید و برای خود عقاید و نظریاتی داشت. علاقه زیادی به گردش و تفریح داشت. به موسیقی عشق می‌ورزید. حداقل میبایست سالی 2 بار برای شنیدن به سالن موسیقی میرفت و همیشه درباره آن صحبت میکرد. خاطرات چندانی از روزهای خوش و شادی بخش زندگی به یاد نداشت. در واقع پولی برای این کار نداشت، اما اهدافش عالی بود. همیشه مرا به عنوان آخرین نفر نگه میداشت. آرام و با طیب خاطر صورتم را اصلاح میکرد. میگفت خستگی از تنم در میرود. این کار در واقع برای من هم نوعی سرگرمی بود، چون عادت داشتم روزها را بیان که لب از لب باز کنم سپری کنم. آخر میدانی در این اطراف فقط با او میتوانی چند کلمه ای حرف بزنی، بقیه فقط به آدم میخندند.
چون در نظر آنها تو یک احمقی، یک آدم غیرعادی، چیزی که باید انداختش توی قفس یا پایش را به یک جایی بست. می گفت بله، وقتی برای اولین بار به اینجا آمدم فکر کردم که به زودی به وطنم برمیگردم، اما حالا مثل آن وقتها زیاد مطمئن نیستم. رویاهایم کم کم رنگ می بازند. پول انگار بال درآورده است و از دست من و اطرافیانم پرواز می کند. باور کن دوست من، با اصلاح سر و صورت این مردان دارم روحم را می تراشم. چقدر آنها غمگینند. چقدر باید این بیچاره ها زجر بکشند. همش مشروب. آن هم چه مشروبی؟ بله، همین مشروب آنها را زنده نگه داشته است. تنها دلخوشی زندگیشان هم به خاطر همین است. حیف مشروب به مزاجم سازگار نیست. ببین، و به هیکل ریزش اشاره می کرد. و اما رفیق، ظاهراً تو هم چندان خوشبخت نیستی. ولی خب تو جوانی. خب اما فکر کن که در این آب و هوا چه کار می شود کرد، به ویژه که از جنوب آمده باشی. وقتی از آنجا رفتم، آن هم زمانی که چیزی نداشتم تا گرو بگذارم، او مقداری پول به من داد. قرض در چنین مکانهایی مفهوم خود را از دست داده است. اگر کسی پولی به دیگری قرض بدهد، دیگر رنگ آن را نمی بیند. آدم باید خیلی خوش اقبال باشد که هنگام خرید سرش کلاه نرود. یک عده اگر یک جفت کفش نو یا بالاپوش مناسبی ببینند، ساعتها بیدار میمانند تا دیگران بخوابند. آن وقت در یک چشم به هم زدن آنها را کش میروند. پدر فقر و نداری بسوزد. نه دوست میشناسد و نه دشمن. برای مقابله با آن مردی آهنین لازم است و اینها همه مردانی پوشالی هستند. اما باید یک چیز درباره انگلیسی‌های طبقه پایین بگویم. آنها مثل همپالکی‌های فرانسوی و ایتالیاییشان بیرحم و سنگدل نیستند. به هر حال در یک کشتی بخار به عنوان سوخت انداز کاری پیدا کردم. بعد از 6 ماه سفرهای دریایی دوباره برگشتم. اول صبح که او را دیدم مصادف با روز اصلاح بود. آن روز با ظاهری که داشت بیشتر از روزهای قبل به مورچه ها شباهت داشت. 4 دست و پا سخت در فعالیت بود و چین و چروک های صورت زرد و نزارش بیش از پیش به چشم می آمد. تا مرا دید به فرانسوی داد زد: آها تویی، دوباره برگشتی. میدونستم که برمیگردی. صبر کن تا صورت این مرد رو اصلاح کنم. حرفای زیادی برای گفتن دارم. هر دو به داخل آشپزخانه رفتیم. اتاق بزرگی بود با کف سنگ فرش و چند میز غذاخوری. کنار آتش نشستیم. ماه ژانویه بود. این آتش چه در تابستان و چه در زمستان همیشه روشن بود. که اینطور تو برگشتی. وقتت نگفت؟ صبر داشته باش. با این سن و سالی که تو داری اگه چند روز بیشتر صبر کنی هیچ اتفاقی نمیفته. چه هوای مهالودی. با وجود این همانطور که میبینی هنوز زنده‌ام، اما رفیقم پیگون مرد. مردی تنومند با موهای مشکی که پایین همین خیابان مغازه داشت. برای من رفیق شفیق و دوستی مهربان بود. متأهل بود و اما زنش چه زن خوبی است، جا افتاده و با اصل و نسب، مادر چند تا بچه. دوستم از ناراحتی قلبی مرد. یک مرتبه و ناگهانی اتفاق افتاد. اگر کمی صبر کنی همه چیز را در این باره به تو خواهم گفت. چند روزی از رفتن تو نگذشته بود. یک روز خوب و آفتابی ماه اکتبر بود. تازه کار اصلاحم تمام شده بود و داشتم توی مغازه قهوه می‌خوردم و به پیگون بیچاره که 3 روز پیش مرده بود فکر می‌کردم که ناگهان بوم، صدای ضربه‌ای مرا به خود آورد و مادام پیگون را در مقابل خودم دیدم. چه زن خوبی، با اصل و نسب، خوب تربیت شده و شریف. اما گونه‌هایش رنگ پریده بود و چشمانش قرمز. زن بیچاره. پرسیدم: خب مادام چه کاری میتوانم برایتان بکنم؟ به نظرم پیگون بیچاره ورشکسته مرده. حتی 1 سنت پول هم توی مغازه نیست. هنوز 3 روز از مرگش نمیگذره که مأموران ضبط اموال به مغازه اومدن. موسیو، من چی کار باید بکنم؟ یک لحظه صبر کنید مادام. کلاهم را برداشتم و با هم به مغازه رفتیم. چه منظره‌ای! 2 مأمور ضبط اموال با آن قیافه هایشان که جان میداد تا بگیرم یک دست حسابی سر و صورتشان را اصلاح کنم توی مغازه کنار دستشویی نشسته بودند و همه جا، بله واقعا همه جا پر از بچه بود.
یک دختر ریزمیزه 10 ساله عین مادرش، 2 پسر بچه خردسال با شلوارهای کوتاه و یکی دیگر که چیزی به تن نداشت مگر یک زیرپوش و بقیه 2 تای دیگر که خیلی کوچک بودند کف مغازه روی زمین وول می‌خوردند. چه سر و صدای وحشتناکی! همه به جز دخترک زده بودند زیر گریه و خودشان را تکه و پاره می‌کردند. مأموران ضبط اموال مات و مبهوت مانده بودند که چه کار کنند. همه چیز رو به راه بود تا آدم بنشیند و یک دل سیر گریه کند. خدا جان، 7 تا بچه! چند تایشان واقعا کوچک بودند. پیگون بیچاره. تردیدی نداشتم که یک خرگوش به تمام عیار بود. مأموران ضبط اموال رفتار مؤدبانه‌ای داشتند. آن که هیکل گنده‌ای داشت گفت شما می توانید تا 24 ساعت دیگر این پول را تهیه کنید. تا آن وقت دوست من همینجا توی مغازه میماند. ما نمیخواهیم به شما سخت بگیریم. کمک کردم تا مادام بچه ها را ساکت کند. بعد گفتم مادام اگر پول داشتم بلافاصله آن را تقدیمتان میکردم. دل هر نجیب زاده‌ای باید مملو از انسانیت باشد. اما من پولی در بساط ندارم. سعی کنید به خاطر بیاورید که دوست و آشنایی ندارید تا به شما کمک کند. جواب داد موسیو، من کسی رو ندارم. فکر میکنید با 7 سر بچه وقت اونو داشتم با کسی دوست باشم؟ اما در فرانسه چی مادام؟ نه موسیو، من 7 سال پیش با دعوا و مرافعه از خانواده‌ام جدا شدم و به انگلستان آمدم و از آن موقع تا حالا کسی نبوده که به ما کمک کند. این برای من چندان خوشایند نبود، اما چه کار میتوانستم بکنم؟ فقط توانستم بگویم همیشه امیدوار باشید مادام و به من اعتماد کنید. و راه افتادم و رفتم. تمام روز فکر کردم که او چقدر آرام بود و چه باوقار. با خود گفتم بجنب دیگر، فکرت را به کار بیانداز، باید کاری کرد. اما افسوس که کاری از دستم بر نمی آمد. صبح روز بعد نوبت من بود که به آن مؤسسه خیریه بروم. هنوز داشتم فکر می کردم که در این دنیای درنده‌اش چه کاری می توان برای آن زن بیچاره کرد. چون این به نظرم می آمد که بچه های قد و نیم قدش به پاهایم چسبیدند و مرا به طرف خود می کشند. کمی دیرتر به آنجا رسیدم و برای جبران وقت تلف شده چنان سر و صورتشان را صفا دادم که قبلا به خواب هم ندیده بودند. صبح گرمی بود و من شور عرق می ریختم. 1 پنی در ازای هر 10 نفر. بله، 1 پنی در ازای هر 10 نفر. همش به گرفتاری که پیش آمده بود و به آن زن بیچاره فکر می کردم. عاقبت کارم تمام شد و نشستم با خودم گفتم این کار خیلی سخت است. چرا به این کار ادامه می دهی؟ کار احمقانه است. داری عمرت را تلف می کنی. و بعد فکری به خاطرم خطور کرد و پیش مسئول آنجا رفتم و گفتم موسیو، دیگر برایم ممکن نیست که به اینجا بیایم. او پرسید منظورت چیه؟ به اندازه کافی برایتان زحمت کشیدم. به ازای هر پنی 10 نفرتان را اصلاح کردم. میخواهم ازدواج کنم و دیگر نمیتوانم به اینجا بیایم. به خاطر این شندرغاز پول دارم از جان مایه میگذارم. گفت چی؟ تو مرد خوشبختی هستی که میتونی اینجوری از پول بگذری. از پول بگذرم؟ ببخشید موسیو، اما ببینید آن موقع آتشم هنوز خیلی تند بود. هر پنی که گیرم میاد 3 پنی از دست میدم. حالا رفت و آمد و کفشی که پاره میکنم به کنار. وقتی هنوز مجرد بودم زندگیم به خودم مربوط بود و میتوانستم از این جور دست و دلبازی ها بکنم. اما حالا باید به این کار خاتمه داد. من هم برای خودم شرف و آبرو دارم موسیو. او را به حال خود گذاشتم و به مغازه پیگون رفتم. مأمور ضبط اموال هنوز آنجا بود. تمام مدت چه دود و دمی در آنجا به راه انداخته بود. تا مرا دید گفت دیگر بیش از این نمیتوانم به آنها فرصت بدهم. جواب دادم هیچ مهم نیست. در اتاق پشتی را زدم و رفتم تو. بچه ها در گوشه ای از اتاق با هم بازی می کردن و دختر کوچک آن یک تکه جواهر مثل یک مادر از آنها مراقبت می کرد. و مادام دستکش مشکی کهنه به دست پشت میز نشسته بود. دوست من، چنان صورتی را هرگز ندیده بودم. آرام، رنگ پریده و بی نهایت دل سرد و در هم شکسته. انگار که منتظر است تا مرگ به سراغش بیاید. و این خیلی بد بود. خیلی بد. به ویژه که زمستان هم در پیش بود. گفتم صبح بخیر مادام، چه خبر تازه؟ توانستید کارها را راست و ریست کنید؟ نه موسیو، شما چطور؟ گفتم نه. و دوباره نگاهی به او انداختم. آه چه زنی، چه زن خوبی. گفتم اما امروز صبح فکری به خاطرم رسید. حالا اگر از شما بخواهم که با من ازدواج کنید قبول می کنید؟ آخر این کار به نظرم از هیچ چی که بهتر است.
چشمان سیاهش را به من دوخت و گفت با کمال میل قبول میکنم موسیو. و بعد دوست من زد زیر گریه. فرانسوی کوچک اندام سکوت کرد و به من خیره شد. گفتم خیلی جرأت داری. دوباره به من خیره شد و نگاه رنجیده‌ای داشت، انگار حرف نامربوطی زده باشم. سرانجام گفت تو اینطور فکر میکنی؟ و بعد فهمیدم که این فکر او را می آزارد. انگار که من نوری بر احساسات و عواطف خفته و خاموش دلش تابانده بودم. صورت زرد و نزارش چین و چروک بیشتری پیدا کرد. به نظرم می رسید این چین و چروک ها هر لحظه تیره تر می شوند. گفت بله، از فکری که داشتم می ترسیدم. حتی وقتی که آن را عملی کردم باز هم می ترسیدم. 7 تا بچه. بار دیگر به من نگاه کرد. یک مرتبه از حرف زدن باز ماند و اندکی بعد به حرف آمد. زندگی خیلی سخته. تو بودی چی کار میکردی؟ من که شوهرش رو میشناختم چطور میتونستم اون و بچه‌هاش رو آواره خیابون ها کنم؟